هزار جان گرامی فدای نام خدا. یک جلسی متاییست که سادم به فدایت، اما چی توان کرد که موجود امین است. وای گر همی خواهی که یابی ذاتسی دوزخ امان، بر مدیح مصطفی و مجتبی بگشا زبان. آن رسول هاشمی، آن شافی روزی جزا، آن شفاعت خواهی امت خاتمی پیغمبران، آن که از روی زمین و آسمان آدر گذشت، بر براق تن روش و جبرئیلش در اینان. دینی و پاکیزه تر از جمله دینی انبیا، رای او روشن تر از رای همه پیغمبران. بشنوید و تا بخوانم من یکی اعجاز او، کس شنیدن تازه گردد مرد تو را روح روان. در دمشق یک مرد کافر بود جبوت، دولتی بسیار داشتیم کنیز و چاکران، لیک دشمن بود مصطفی را آنلاین. بغضی احمد داشتی اندر میان مغز و جان، آن جبودک را یکی همسایه درویش بود، در حقیقت بود فارغ از همه سود و زیان. پیروی دین نبی بود و بطاعت روز و شب، بود با شوقی مولودی احمد در جان، تا که زر بودش نمی کردی هیچگاهی او دریغ. سال به سال مولودی احمد بکردی آن جوان، چون که از مال جان در دستشان چیزی نماند، بینوایی می کشیدن روز و شب آن مومنان. آنچنان افتاد کار تاست شب و پا غمان، گوش نخفتن با عیالش تا و صبحان صابران. آن جبودک را کسی از حالشان آگاه کرد آن مردی مسلمان را در آن شب میمان. نان بخوردند و به هم دیگر بکردندی سخن، آن جبودک در میان آورد رمز امتحان. گفت برگو ای مومن تو از احوال خود، تا چگونه مگذرانی روز و شب میکن بیان. گفت از احوال درویشی خود چیزی ببی، ترمی شد روی آن مومن ز آب دیدگان. گفت و برنارا جبودک این سخن بشنو ز من، آنچه من گویم بکن وارسته گردی از غمان. روز دین مصطفی برگرد دین ما گزین، دین موسی گزین و تا که باشی شادمان. بیشمار از زرد هم نیمت فراوان مرد تو را،